سلام عزیزان، با نام و یاد خدا یوگای امروزمون رو شروع میکنیم. قبل از هر چیز اجازه بدید که ذهنتون آروم بشه. میدونید که یوگا فقط ورزش نیست، یا میتونم بگم اصلا ورزش نیست. همش برای اینه که بتونیم به اون حس خوب برسیم، به اون حال خوب برسیم. هر کاری که میکنیم برای رسیدن به اون نیروی الهیه که در وجودمون زنده بشه، در وجودمون هست و باید بیاد بیاد خودشو نشون بده، بیاد تو همه ابعاد زندگیمون. هدف اینه. یکی از کارهایی که میکردیم این که خودمون رو رها کنیم با موزیک، ولی اگه بتونیم بدون موزیک این کار بکنیم البته که خیلی بهتره و ما باید بتونیم این کار بکنیم. ولی خب خوندن کلمه اوم حس خوبی داره، ایجاد ارتعاش خوبی در سر میکنه و ما رو زودتر به این حال هوا میبره. پس شروع میکنیم با خواندن اوم. چشم‌ها رو به آرومی ببندید، به نفساتون نگاه کنید. بعد از یک بازدم عمیق یک دم عمیق بگیریم و شروع کنیم. چشم‌ها رو به آرومی باز کنید. دست‌ها رو به هم مالش بدید. پاها رو صاف کنید و با ستون مهره صاف قرار بگیرید به حالت دانداسانا. اول بدنتون یک بار بکشید، دم، بازدم عمیق. دستاتون رو بذارید کنار بدن، یکم عقب‌تر و به کمک دست ها ستون مهره رو صاف نگه دارید. توجه رو ببرید به درون بدن. میخوام که در تمام طول تمرین درون بدنتون باشید و فقط بشنوید. من سعی میکنم با شنیدن به طور کامل براتون توضیح بدم تا شما مجبور نباشید تصویر رو نگاه کنید، فقط بشنوید و در حد خودتون انجام بدید. البته امروز هم پاون ها رو داریم با کمی تمرینات کششی که برای افرادیه که واقعا مشکلاتی دارن و بهتره که اینجا شروع کنن، ولی توصیه نمی کنم فقط اونایی که مشکل دارن، فقط اونایی که بدنهاشون هنوز شروع نکرده یوگا رو. نه، اتفاقا برای آدمایی که خیلی هم پیش رفتن و بدنهاشون آسانه‌های سختی رو انجام میدن و بدنهای ورزیده و قوی دارن توصیه میکنم حتما انجام بدن و از فوایدش برخوردار بشن. مرسی. ذهنتون رو ببرید به درون پاها، به درون انگشت‌ها و انگشتاتون رو باز و بسته کنید. دم، باز، دم، دم، باز، دم، دم، فشرده کن، بازدم، بازش کن، دم، فشرده، بازدم، باز، دم، فشرده. حس پاتو ببین، حس انگشتاتو. دم، بازدم، دم، بازدم. مرسی. حالا از مچ بشکن به سمت بیرون و به سمت داخل. اینجا توجه تو ببر به
موج، مفصل موج، حرکتش رو فقط حس کن. فکر نکن داره چه اتفاقی میفته. اصلا فکر رو بذار کنار. فقط با حست باش. ببین چه اتفاقی داره درون موجت میفته. دم، بازدم، دم. اگه دم و بازدم حواست رو پرت میکنه، اصلا بهش فکر نکن. فقط به حست فکر کن. حسی که درون موج داره اتفاق میفته. ولی اگه بتونی آروم آروم نفس‌ها رو باهاش همراه کنی که عالیه. بیشتر اون جریانی که ما میخوایم اتفاق میفته. دم، بازدم. در مورد همه مفصل ها همینطور. دم، بازدم. مرسی. حالا از موج چرخش بده. دم، بازدم، دم، بازدم. هرچی آروم تر بچرخونی، هرچی تنفست آروم تر باشه، بهتر حسات رو درک میکنی. آگاه میشی به حسات. جهتش رو برعکس کن. دم، بازدم، دم. میتونه یه نیم دور بچرخه، میتونه یه دور کامل. بازدم همینجور. و حس موجت رو دریافت کن. باهات حرف میزنه، باهاش حرف بزن. همین که بهش توجه میکنی یعنی داری باهاش حرف میزنی. انرژی رو ببر به درونش. تو این کار نمی کنی عمدن، همین توجهت این کار میکنه. توجه به حست. حالا میریم سراغ ساق پاها و زانوها. یه بار دیگه دستاتو بیار بالا. اول اندامهاتو بکش. دم، بازدم عمیق. دستا رو بیار پایین. دستا رو هر جور که راحتی بذار که بتونی ستون مهرتو مدتی نگه داری و پاها رو روش کار کنی. خیلی خوب. حالا پاها رو بکش به سمت خودت. از مچ بکش و حس زانوها رو ببین. زانوها رو محکم کن. کشش زیر زانوها رو ببین. بازدم. دوباره دم. بکش بیرون. پاها رو بکش بیرون. به سمت بیرون. بازدم به سمت صورت. انگار میخواد پاشنه ها از زمین بلند شه ولی رهاش کن. دوباره دم، بازدم، دم، بازدم، دم، بازدم، دم. حس ساق پاها رو و باز هم مچ ها. عالیه. دستتو بذار زیر پای راستت و پای راستتو بیار تو بغلت. بکش. دم، بازدم، دم. صاف کن پا رو. بازدم بکش تو شکم. دم، بازدم، دم. صاف کن پا رو. بالا نگه دار. بازدم بکش تو شکم. اگر زانوت مشکلی نداره، موقعی که داری میکشی تو شکم، دستاتو به جایی که زیر ران قرار بدی روی ساق پا و فشار بده پا رو تو شکم. دوباره دم، بازدم و سعی کن مهرهات صاف باشه. دم، کشش. بازدم، فشرده کن. حس تو ببین. اصلا مهم نیست چند تا داری انجام میدی. به این چیزا فکر نکن. اونو بذار به عهده من. فقط حس تو ببین. آفرین. وقتی فشرده میکنی ببین چه حسی ایجاد میشه تو زانوت. وقتی باز میکنی همینجور. عالیه. یه بار دیگه و یکم نگهش دار. همونجور که باز کردی به سمت بالا نگهدار. نفس جاریه و برو سراغ حسی که ایجاد کردی توی اندام بدن، به خصوص تو لگن، ران، ساق پاها. مرسی. بذار زمین سرش بده. رهاش کن ازش. تشکر کن
از ران، زانو، ساق پا نوازش کن، تشکر کن. حالا میریم سراغ پای چپت یا همون پای، هر پایی که انجام ندادی. دست رو اول بذار زیر ران، بین ساق پا و ران، و به سمت خودت فشار بده و بعد صافش کن. دم، بازدم، فشار بده. اگه مشکلی با زانو نداری، موقع فشار دادن دستاتو بذار روی ساق پا و حسابی فشار بده. دوباره دم، پشت صاف، بازدم، فشار بده، حس زانوتو ببین. دم، بازدم، دم، بازدم، فشارش بده پا رو به قلبت. آفرین. دم، با حالت نوازش، با یه حالت تشکر باهاش برخورد کن. جنگ نداری که با بدنت، قرار نیست اذیتش کنی. با دم و بازدمهات نوازشش کن، با دستهات نوازشش کن و حس پا، حس زانوتو ببین. این مهمه، فقط همین مهمه. مرسی. فشار بده. عالیه. کف پاتو بذار زمین و سرش بده. دستاتو بذار عقب، پاها رو رهایی بده، یه حالت رهایی، ریلکس. آفرین. با زانوها رو بالا پایین کن، پرتاب کن بالا پایین. حس شل شدن پاها رو ایجاد کن. مرسی. حالا میتونی پاها رو جمع کنی یا هر جور که راحتی، بازم بهش حتی رو صندلی بنشینی، هر جور که راحتی. ما فعلا میتونید از پاها، با پا کار نداریم. شانه ها رو بیار بالا. دم، بازدم، بکش پایین. دم، بازدم، بکش پایین. شانه ها رو دم حسابی ببر به سمت گوش. ببر 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 بالاتر بالاتر بالاتر. آفرین. نفس جاریه ها. وقتی نفس حبس نکنی، همینجوری که میگم دم، فکر نکنی باید تو دم بمونی. نفس جاری تا میتونی. فقط شانه ها رو بکش به سمت گوش. حالا دم بگیر، با بازدم بیار پایین، بکش پایین و عقب. نفس جاری. بکش پایین شانه ها رو و عقب. آفرین. بیشتر بیشتر بیشتر. آفرین. رهاش کن. میریم سراغ دستا. دستا رو صاف موازی همدیگه جلوی بدن صاف کن. مرسی. حالا انگشتاتو دم بگیر، با بازدم انگشتاتو، سر انگشتاتو به هم بچسبون. بذار سر شانه هات، سر انگشتات به سر شانه هات بچسبه. انگشتای راست به شانه راست، انگشتای چپ به شانه چپ. دوباره دم، بازدم. ببین چه جریانی ایجاد میشه وقتی انگشتات به شانه ها میچسبه. این جریان ها که میگم یک روزه اتفاق نمیافته. اینها رو باید بارها انجام بدی، بارها انجام بدی تا این حس ها رو دریافت کنی. به شرطی که فکر نکنی. من دارم فکرشو میکنم، من دارم میگم که چه کار کنی. فکر دیگه نکن. فقط اون کاری که میگم با حس انجام بده. دم، آرنج ها باز، بازدم، سر انگشتا روی شانه، حسش کن. دم، بازدم. به آرنج ها توجه کن که دارن حرکت میدن. دم، بازدم. وقتی که بازدم میکنی سر انگشتاتو میرسونی به سر شانت، ببین چه حسی داری. دم، بازدم. دم، بازدم. نگه دار یکم سر شانت. مرسی. حالا دستاتو از هم دور کن. اگه خسته شدی استراحت بده. اونایی که خسته نشدن ادامه. آرنج ها رو از هم دور کن. آفرین. حالت صلیب میگیره ولی انگشتای دستات سر شانه هاته. بازدم، جلوی صورت. آرنج ها رو به هم بچسب. دم،
بازدم به شانه ها توجه کن و ببین که چه حرکتی داره مفصل بازو داخل شانه انجام میده. اونایی که یکم پیشرفت کردن اینها رو انجام دادن قبلا، با حسشون برن سراغ حسی که موقعی که آرنج ها به هم میچسبه ببین چه حسی ایجاد میشه. دوباره دم، کتفا به هم نزدیک کن، کتفاتو حس کن. بازدم، آرنجا رو به هم بچسبون. اگر نمیچسبه اشکال نداره، به مرور ایجاد میشه. دم، بازدم. مرسی. حالا اونایی که خسته شدن استراحت بدن، اونایی که خسته نشدن ادامه بدن به سمت بالا. آرنجا بره به سمت سقف و عقب. دم بیاد پایین، به بدن چسبیده بازوها و بره عقب آرنج ها. دوباره دم بیاد به سمت سقف، به سر چسبیده دست ها آرنج ها بره به سمت سقف. بازدم بره به سمت عقب آرنج ها. دم حرکت مفصل بازو رو داخل کتف حس کن، به این حس ها نگاه کن. بازدم بره به سمت عقب. دم بالا و عقب، بازدم پایین و عقب. انگشتات سر شانه هاته، دم جدا نمیشه ازش. بازدم، دم. اگر این حرکت ها رو هر روز انجام دادی با همین حس و حال و بعد دیدی این شانه هات خوب نشده، درداش هنوز هست، من قبول میکنم که این کارا به درد نمیخوره، ولی مطمئن باش که مشکلات شانه، کتف، گردن حل میشه. ولی با حست انجام بده، با حست انجام بده. دم، حسی که توی بدنت ایجاد میکنی رو ببین، به خصوص تو ناحیه کتف و شانه. مرسی. حالا به حالت صلیب دستا رو نگه دار، ولی هنوز انگشتات سر شانه هاته. آرنج ها از هم دوره، حالت صلیب هست و آروم آروم دایره بزن با سر آرنجات، انگار میخوای رو دیوار مقابل آرنج ها دایره فرضی بزنی. خیلی دایره رو کوچیک بزن، کوچیک، خیلی کوچیک، و حس کتفاتو ببین، حس کتفاتو ببین. اونایی که تو هر حرکتی خسته شدن چون اولین بارشونه یا به هر دلیلی، میتونن که هر حرکتی رو استراحت بدن و بعد با ما دوباره 2-3 تا تعدادش کمتر بزنید به جاش. دایره دایره آروم برو، حساتو ببین، حساتو ببین، با حست باش، ببین داره چه اتفاقی میفته تو کتفه، چه اتفاقی داره تو کتفت. حالا برعکسش کن، برعکس دایره بزن، برعکس. عالیه. شانه هات پایین نیفته، چشمات بسته باشه تا حسا رو بهتر ببینی. اونایی که اولین بارش اینا رو انجام ندن یک بار نگاه کنن، اشکال نداره، یا بذارن آخر ویدیو بعدن، چون فکر نمی کنم اشتباه کنید. با چشمای بسته و بعد یک دور حرکات رو بعدن نگاه کنید. مرسی. الان فعلا با هم باشیم، با هم بودن مهمه، خیلی مهمه. مرسی. حالا رهاش کن و حس شانه هاتو ببین. اگر دوست داری یه جایی کمی تکیه هم بده که قشنگ شانه هات بتونه شل بشه، رها بشه. دستاتو بالا پایین کن، همینجوری که دستات روی پاهاته، کف دستات. آرنجاتو دور کن و به بدنت شل. دور نزدیک، دور نزدیک، دور نزدیک، دور نزدیک. نزدیک که میگم یعنی ضربه بزن. آرنجات دور بشه از بدن، بعد ولش کن به سمت کمرت، ضربه بزن.
شل باشه. شل تو داری استراحت میدی دیگه. اگه شل نباشه انقباض داشته باشه فایده نداره. عالیه. شانه ها تا حالا حس شل بودنه از ناحیه شانه، بازو، همه رو ببین. عالیه. دم بازدم. به دم و بازدم دستان فکر نکن. من روی عادت میگم، همیشه میگم، ولی نه، تا اصلا فکر نکن، به هیچی فکر نکن. آفرین. فقط حستو ببین، حرکت رو ببین و حس بگیر، انجامش بده. حتی اگه نمیتونی حرکتی رو انجام بدی، فقط حس کن داری با ما انجام میدی. ببین چه حسی داره وقتی که این کار انجام بشه. گرم انجام میدی که عالیه. مرسی. حالا شانه ها تو چرخش میخوام بدی. بیار بالا، عقب، دم، پایین، جلو، بازدم، بالا، عقب، دم، پایین، جلو، بازدم، دم. به حست نگاه، با حست آگاه باش از حسی که ایجاد شده توی مفصله بین بازو و کتفه. آفرین. این چرخشی که ایجاد میکنی، دایره‌ای که ایجاد میکنی، حسی رو ایجاد میکنه. اصلا به چرخش، دایره، این کلمات فکر نکن، فقط حس تو ببین. عالیه. اگه من بذارم، من دلم میخواست حرف نزنم و فقط شما با تلپاتی بفهمیم که داریم چی کار میکنیم و این کار رو با تلپاتی انجام بدیم بدون این که حرف بزنیم. اما خب حالا که ناچارم و باید بگم تا تو بتونی بدون نگاه کردن با ما باشی. حتی اگر انجام نمیدی حسش ایجاد بشه. حالا برعکس کن، یعنی دم، بالا، جلو. آفرین. دم، ببخشید، پایین، عقب، بازدم، بالا، جلو، دم، بازدم. برعکس میکنیم دیگه، حرکت برعکس. چرخش بازو داخل کتف. ببین منم میخوام حس شما رو داشته باشم. با هم بودن یعنی هم. من میخوام حس شما رو داشته باشم. درست حرف میزنم، اما حالا چون بیشتر انجام دادم شاید بتونم هم حرف بزنم هم حسی که شما دارید رو بفهمم، ایجاد کنم در بدنم و انتقال بدیم به هم. و با هم بودن خیلی مهمتر از اینه که حرکات سخت فیزیکی، اونا هم جای خودشو داره ها، بدن باید قوی باشه، اونا هم باید انجام بشه، ولی الان میخوام با حست باشی و نتیجه خوبش رو ببینی. جریان پرانا رو توی تمام اندامهات برقرار کنی. مرسی. رهاش کن، رهاش کن. رها شدن شانه کتفاتو ببین، حس خوبش رو ببین. با دست راست ضربه بزن به پشت کتف چپ، سر شانه پشت کتفت بزن. آفرین. تشکر. بعد با دست چپ پشت از بالای شانه پشت کتف راست، مرسی. عالیه. زیر بغل چپ ضربه بزن. با کف دستت به حالت گود در بیار، انگار میخوای بادکش کنی. زیر بغل و برعکس، دست چپ زیر بغل راست.
رهاش کن و دوباره آرنج ها رو بزن به کمر، ناحیه کمر پرتاب کن. مرسی. دم بدنتو بکش، بازدم پاها رو صاف کن، برو جلو. عالیه. پشتتو صاف کن، کشش بده به بدنت، کشش بده به اندامهات. عالیه. مرسی. برگرد بالا. دم، بازدم عمیق. ببین نیم ساعت حدوداً داریم رو کتفا کار میکنیم، 25 دقیقه. پس میتونه حسابی نرمش خوبی باشه برای کتفات. حالا برو به حالت 4 دست و پا و کمر رو میخوام کش و قوس بهش بدی. مهرهای کمر تو کتفا بودیم، حالا مهرهای کمر. دم، سر بالا، لگن بالا، حالت گاو. بازدم، مهره ها رو گرد کن به سمت بالا ببر، حسابی گرد کن، بکش به سمت بالا مهره ها تو. دوباره دم، حالت گاو، سر بالا، انتهای دنبالچه رو بکش به سمت بالا، بقیه مهره ها رو بده به سمت پایین، به خصوص کمر، ولی شکمت رو رها نکن. نفس جاریه. وقتی که اینقدر نگه میداری نفس رو جاری. آفرین. و بمون. کشش بده، قوس بده به کمرت به سمت پایین تا میتونی. حالا بازدم، مهره ها رو بکش به سمت بالا، بکش 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 بکش. آفرین. بیشتر بیشتر. مهره رو گرد کن به سمت بالا، سر تو به سمت پایین. مهره های گردن رو حسابی خم کن، چونه رو به گودی گردن نزدیک کن. مرسی. همراه با دم دوباره به حالت گاو و تا میتونی مهره های کمرتو به سمت پایین بده. آفرین. سر دنبالچه رو به سمت بالا بده. حالت گاو. دم، بازدم، دوباره مهره های کمرتو بکش به سمت سقف. بکش بکش بکش. حسشو ببین، حسشو ببین. ای کاش از این کلمات گاو، گربه اینا استفاده نمی کردم، ولی برای اینکه راحت تر بری به حرکت مجبور نباشی نگاه کنی، چون اینا ذهنتو میبره با خودش. این گاو یعنی چی فلان بیسار، ولی میخوام اصلا به این فکر نکنی. حرکت که فهمیدی چیه، بری تو حس بدنت، اصلا فکر نکنی به هیچ کلمه‌ای، به هیچ چیزی، به هیچ شمارشی، فقط حس تو ببینی. آفرین. بازدم، دوباره برو گربه، حس مهره ها رو ببین. همینجور که شکمت هم میکشی تو تا بتونی بیشتر مهره ها رو بدی به سمت بالا و حس باز شدن مهره ها رو از بیرون آگاه بشی بهش. و دوباره با دم سر دنبالچه میره بالا، سر میاد بالا، مهرهای گردن به سمت عقب کشیده میشه، بقیه مهره ها به سمت پایین، شکم توه. و تا میتونی نفس جاریه، و تا میتونی مهره ها رو به سمت پایین، مهره های کمر رو میدی به سمت پایین، سر دنبالچه رو میدی بالا. این حس رو بیشتر و بیشتر میکنی، حس خوشایند. شکم ول نیست، در هر دو صورت شکم ول نیست. مرسی. بازدم، دوباره از مهره میدی بالا، مهره کمر رو حسابی میکشی بالا، میکشی میکشی میکشی.
مرسی. در حالت 4 دست پا قرار میگیری، انگشتای پا رو روی زمین قرار میدی، انگشتای دستت رو روی زمین قرار میدی و زانوها به هم چسبیده و پاها تقریبا به هم چسبیده، میری رو انگشتای پات فشار میاری و دستت هم همینجور و زانوها رو از زمین میکنی به یه حالت اله کلنگی روی انگشتای پا و دستت ایجاد میکنی. مرسی. و میای بالا، میستی مثل یک درخت محکم و استوار. بدن رو صاف و کشیده نگه دار. شانه ها تا بده پایین، پاها موازی همه، به هم نزدیکه یا چسبیده است. شانه ها تو بده پایین، بدن رو بکش به سمت بالا، سر گردن صافه، چونه به گودی گردن نزدیکه، پس سر، استخوان پس سر رو میدی بیرون جوری که چانه کمی به گودی گردن نزدیک میشه. دست ها در راستای ساعد، مچ نشکسته. آفرین. پاها محکمه. به بدنت نگاه کن، مثل یک درخت محکم و استوار هستی. تاداسانا، درختی که ریشه در زمین داره، محکم. کف پاها تا موج ریشه های این درخت هستند که پخش شدن در زمین و تو رو محکم و استوار نگه داشتن. بقیه اندام ها مثل تنه درخت، مثل شاخ و برگ ها رشد میکنه. این رشد و تعالی رو احساس کن. کشیده شدن به سمت بالا رو احساس کن. پویایی رو حس کن. استحکام، ثبات در پا و پویایی و رشد رو در بقیه اندامهات ببین. ببین تضاد رو میتونی یک جا این تضاد رو احساس کنی. ثبات و پویایی. ثبات در پاها، پویایی در بقیه اندامها. رشد کردن به سمت بالا و استحکام و ثبات در پاها رو احساس کنی. من چند لحظه صحبت نمی کنم. این حس رو، این دو ضد رو در بدنت ببین. حسش رو میگم. حالا نفس عمیقی بگیر. حتی اگه 1 ثانیه هم این کار کرده باشی عالی. نفس عمیقی بگیر، پاها رو کمی فاصله بده و از ناحیه کمر چرخش بده. اجازه بده مهرهای کمرت باز هم حالت چرخشی نرم بشه. عالیه. مرسی. جهتش رو برعکس کن. جهتش رو برعکس کن. عالیه. مرسی. دست رو هر جوری که راحتی، کاری به بقیه بدنت نداشته باش تا حس مهرهای کمرت رو بهتر درک کنی. مرسی. لگن رو تا میتونی نرم حرکت بده. دایره های نرم، بریده بریده نباشه. بریده بریده نباشه. حالا سر دنبالچه رو به سمت جلو و عقب حرکت بده. به سمت جلو عقب. ببین اصلا انگار فقط خودت حس میکنی. اصلا انگار طرف مقابل شاید نبینه این حرکت رو. ولی میخوام عمیق انجام بدی. عمیق انجام بده و حس حرکت رو در دنبالچه ببین. یعنی با درون ببین. با حس درونت ببین. با قلبت این حرکات رو انجام بده. مرسی. دنبالچه یه بار. حالا با سر دنبالچه ببین میتونی دایره بزنی. دایره بزنی با سر دنبالچه. خیلی نرم.
جلو عقب رفتیم. خب الان میخوام دایره باش بزنیم. خیلی نرم و حسش کن. حسش کنی. آفرین. عالیه. حالا جهتشو برعکس. تو همه اینا باید یکم زانو شل باشه، یعنی محکم نگهش نداشته باشه، صاف نباشه زانو، و بتونی آرومتر و دایره های منظم، یعنی بریده نباشه، نرم باهاش بزنی. اینا رو انقدر تمرین کن تا برات جا بیفته. خیلی خوب. حالا یه کمی میریم با سراغ زانوها، چون نشسته بودیم. ازش تشکر کن، نرم ماساژ بده. پاها با هم موازیه. حالا با سر زانوها دایره بزن. برو تو مفصل زانوهات دایره بزن. حسشون رو ببین اگه پاها از هم فاصله داره، زانوها نباید موقع چرخیدن به هم بچسبه، به همون مقدار فاصله داره. و برو تو حس زانوها. تشکر، مرسی، جهتش رو برعکس کن. برو تو زانوها، جهت رو برعکس کن. برو حس زانوهاتو ببین. عالیه. حالا با دم و بازدمت همراهش کن. دم، بازدم، دم، بازدم، دم، بازدم. مرسی. بیا بالا. عالیه. بدن رو صاف نگه دار. حس درخت رو یک لحظه هم شده ایجاد کن. تا داستان. مرسی. حالا پای راست تو یا پای چپ فرق نمیکنه، با بیار بالا، حالت قائمه بهش بده. کمی نگه دار. تعادلتو برقرار کن. حالا از ران چرخشش بده. ببین میتونی با حفظ تعادل از ران چرخش بدی و حس چرخش ران رو توی لگن داشته باش. ادامه بده. عالیه. برعکسش کن. همون پا رو ادامه. اگر برات سخته میتونی یه دست تو که آزاده به دیوار بگیری، به لبه صندلی چیزی کنار دستت باشه که یا مو بگیری و بعدها البته باید سعی کنی که از هیچ ابزاری استفاده نکنی. مرسی. رها کن بدنتو. باز دوباره به حالت تاد آسانا. یک درخت باش. یک درخت که هیچ توقعی نداره. هیچ توقعی. این همه ثمر به ما میده و هیچ توقعی نداره. محکم و استوار در حال رشده. مرسی. حالا با پای چپ یا پایی که انجام ندادی اول قائمش کن. تعادلتو برقرار کن و بعد شروع کن به چرخوندن ران از لگن. حس این حرکت ران، استخوان و مفصل ران در لگن رو بهش آگاه باش. اگه حواست پرت نمیشه، دم و بازدمت رو با این چرخش همراه کن. دم، بازدم. هرچی آرومتر به چرخونی بهتره. حساتو بهتر درک میکن. حالا جهتو برعکس کن. دم، بازدم. کسایی که تازه شروع کردن 2 دور 3 دورم بزنن اشکالی نداره. استراحت بده اگه اذیت میشی. اگر که تعادلت به هم خورد هیچ اشکالی نداره. دوباره انجام بده. درون بدنت باش. مرسی. بذار زمین. ضربه بزن.
به ناحیه کشاله ها، بعد تو لوله های تو خالی با دستت ایجاد بکن و بزن به پشت بدن، بالای باسن، پایین کمر. مرسی. ضربه بزن. یک دست از بالای شانه میاد رو کتف ضربه میزنی، یک دست از زیر کمر. آفرین. میره پشت کمر میزنی. دستات هم شل کن. دستات شل کن. خوبه. دستاتو حالا مثل بچه ها که شل دستاشونو به پهلوها پرتاب میکنن، پرتاب کن. عالیه. کمر رو داری اینجا حسابی بپیچ. با همه مهره ها امروز کار داریم، با همه مفصلا. عالیه. کار قدرتی باشه برای بعد. یک کم کششی انجام میدیم. حالا الان دستاتو بکش. دم، بازدم، رهاش کن. یه بار دیگه بدن رو بکش به سمت بالا، دستا رو بکش. میتونی بری رو سینه پا، برو حسابی بدنتو بکش. بازدم، رهاش کن. یکم پاها رو فاصله بده به اندازه عرض داخلی شانه تقریبا. دستا رو بکش. دم، ببر به سمت عقب دستا رو. قفسه سینه باز بشه. بازدم، بیا جلو موازی زمین شو. بدن رو بکش. آفرین. دوباره دم بگیر. شل کن بدنتو. رها کن به سمت پایین دستا رو. دوباره بیا بالا. دم، لگه رو منقبض کن. بالاتر رو بکش بالا و عقب. بازدم، بیا جلو. موازی زمین که شدی بمون. دستا رو بکش. برو برو نگاه کن. زیر گردنت کشیده بشه. دم بگیر. شل کن بدنتو. دستاتو شل کن. آفرین. رها کن. یه بار دیگه بیا بالا. دم، کشش بده روی بدنتو. دستاتو بکش بالا و عقب. قفسه سینه باز کن. کشیده. بازدم، موازی زمین شو. یک کمی بمون تو حالت موازی. آفرین. حساتو ببین. زیر گلوتو بکش. بازدم، شل کن. مرسی. آروم بیا بالا. خیلی خوب. حالا تا مفصل لگن، کمر، اینا رو انجام دادیم. میخوام تو سینه خب حرکت مهره های پشت سینه رو داشته باشی. دستاتو باید ببری به سمت بالا، بهتره ببری تا حسش کنی. حالا میتونه این دستا بره پشت سر قلاب بشه، یا میتونه بالا کلن آزاد باشه. و بعد یک کم به سمت راست خودتو خم کن، جوری که مهره کمرت نمیخوام حرکت، یعنی از کمر خم نشی. هیچ گودی تو ناحیه کمر ایجاد نکن، فقط تو ناحیه سینه. از سینه دوباره برگرد به سمت دیگه. ببین قفسه سینه، این دنده ها، اینا داره جا به جا میشه. مهره های پشت سینه داره جا به جا میشه. یه حرکتی انجام میده، درسته؟ حالا سینه رو بده جلو، بده عقب. جناق سینه رو بده جلو، بده از پشت بیرون. دوباره از جلو بده بیرون، از پشت بده بیرون. دستاتو یا میتونی بالا، اگه خسته میشه بذار پشت سرت قلاب کن. آرنجاتو بده عقب. قفسه بمی با شکمت کار نداشته باشه. ما اصلا با شکم الان کاری نداریم.
قفسه سینه باز میشه، دوباره از پشت جمع میشه، دوباره باز میشه، از پشت جمع میشه، دم باز میشه، جمع میشه. قشنگ قفسه سینه تو حس کن. دم آره اینجا میره عقب، قفسه سینه باز، سر یکم میره عقب ولی صافه مهرا. قفسه سینه جلوه، با بازدم پشت سینه رو بده بیرون حسابی. حالا آرنجات هم بکش جلو، مهرای گردن تو به خم کن، چونه به گودی گردن. آفرین. دوباره دم، بازدم، دم، بازدم، دم، بازدم. آفرین. حالا دستات رو رها کن، شل کن، به حس این ناحیه نگاه کن. چی کار کردی باهاش؟ مرسی. با دستات ضربه بزن، بالای سینه ضربه بزن، زیر سینه ضربه بزن، بین سینه با سر انگشته آروم آروم ضربه بزن. برخورد انگشتا با سینه تو حس کن، جریانی که اتفاق میفته رو حس کن. سر انگشتاتو بذار روی جناق سینه، بین سینه و جریان رو احساس کن. هیچ حسی هم نداری، اشکالی نداره، اون کار خودشو میکنه. آفرین. رهاش کن. نفس عمیقی بگیر. حالا همین ناحیه رو میخوام چرخش بدیم. خب دستاتو ببر بالا، اون حالت که توی سما انجام میدیم. دستاتو مچتو با آهنگین چرخش میدی. این همون حرکته، همون کار داره انجام میدی. خب حالا میخوام که همچی که دستات بالاست فقط قفسه سینه رو چپ، جلو، راست، عقب، فقط این دنده و مهره های پشت سینه هستش که داره چرخش میکنه. کاری به کمر نداریم. میخوام که کنترل تمام اعضای بدنت بیاد دستت. بدونی الان میخوای سینه رو حرکت بدی یعنی چی، میخوای کمر رو حرکت بدی یعنی چی. اون حسه فوری ایجاد بشه توی، یعنی اگر حالا برعکسش کن، یعنی حتی اگر حرکت رو انجام نمیدی، وقتی فکرتو میبری به این که الان چرخش تو ناحیه سینه است، اون حسه دریافت میشه. اون انرژی پرانایی که قراره الان اینجا کاری انجام بده، کارش رو انجام بده، حتی اگر تو انجامش نمیدی. و اگر با موسیقی انجام میدی، اون موسیقی رو که میذاری اصلا اون کار خودش انجام میده. ها من اینو میخوام. خیلی خوب. دم، بازدم، رهاش کن، رهاش کن. دستاتو بذار تو ناحیه بین از پهلو روی لگن، پهلوی لگن، و قفسه سینه‌تو باز کن، بده جلو. حالا قفسه سینه‌تو جمع کن، آرنجات میاد جلو. قفسه سینه باز میشه، آرنجا میره عقب. فقط تو ناحیه سینه هستی یا کمر رو کاری نداره. جلو قوز میکنه از پشت سینه. دوباره دم، بازدم، چونرم به گودی گردن میچسبونه، اینجا رو گردن هم در واقع کار میشه. دم، بازدم، ولی حواست به سینه باشه. بین دو کتف و سینه اینه که داره جلو عقب میشه. آفرین. جلو عقب. آفرین. مرسی. رهاش کن. ببین چقدر رو کتف، سینه، دستا. حالا میریم دوباره برای دستا. پای راست جلو،
پای چپ عقب. خب انگشته دست راستتو به این صورت که بین شست و سبابه رو میذاری بالای زانو، انگشت کوچیک به سمت زانوه. خب و پای جلوی خمه، خیلی نه اونقدر که یکم خم میکنی، پای عقبی صافه و از پهلو دست راستتو حرکت میدی. شل، خیلی شل، رها، رهای رها، حرکتش ول میکن، ول و شله، باز خودش ول و چله همینجوری حرکتش بده. آفرین، شل 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 شل. عالیه. حرکت بازو توی مفصل کتف همینجوری حسش میکنی. اینا رو حس کن، حس کن. بازو داخل کتف، شل بودن دست. حالا اگه با دستت مشکلی نداری، اذیت نمیشی، داشت دایره بزن. اگر میتونی دایره های بزرگ بزن. آفرین. اگر میتونی دایره های بزرگ بزن. و اونایی که هیچ مشکلی ندارن، افرادی هستن که کاملا سالمه، اونا انگار دارن آتش گردون میچرخونن. شد هاش کن به شدت. دیگه حس تو ببین، تو حرکات تندم میتونی حس تو ببینی، به شرط که تمرین داشته باشی، بدن سالم. اون برای اینایی بود که هیچ درد و مشکلی نداره. حالا دوباره ول کن، ول 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 و چل. عالیه. حالا دوباره از پشت برعکس دایره بزن. ببین تا کجا میتونی دامنه حرکتی دستت رو باز کنی و اذیت نشی. قرار نیست اینجا کسی اذیت بشه و همچنان دایره بزنی. آفرین. در حد خودت، یعنی دامنه حرکتی حد خودت باشه. آفرین. و اونی که میتونه خب تندتر. آفرین. آفرین. مرسی. شلش کن، رهاش کن. نمیخوام وقتتون گرفته بشه، ولی اگه کسی بتونه همینجور ادامه بده بذاری که بریزه بیرون همه چی. عالیه. شل کن. این شل کردن است که کار رو درست کامل میکنه. آره حتما انجامش بده. یادت نره. مرسی. صاف بایست. بدنت رو ببین، حست رو ببین. عالیه. بذار جریان پرانا در بدنت کار خودشو بکنه، به خصوص تو ناحیه بازو داخل کتف. حالا پا رو عوض کن. خیلی نمیخوام پات باز باشه، ما کاری به پا نداریم، میخوام حس تعادل بهتری داشته باشیم موقع حرکت. و البته اینا همش یه نوع مودراست، یعنی یه نوع ارتباطات الکتریکی مغناطیسی که بدن با خودش، با زمین، با تمام کائنات برقرار میکنه. هر حرکتی که انجام میدی، هر وضعیتی که قرار میگیری، به خصوص تماست با زمین و اندامهات با هم. خب بین انگشت دست سبابه و شست رو میذاری بالای زانو، اون یکی زانو چپت میشه و انگشت کوچیکه به سمت پایین، به سمت زانو. حالا شل دست راستتو حرکت میدی. شل و ول و چل. زیاد جدی نباش، زندگی انقدر جدی نیست.
ولی عالیه، عالیه، زندگی عالیه، همه چیز عالیه. حرکت بده. شل چل خل ول و چلش هرچی که میگی. رها. بعضی میتونن فقط همین رو انجام بدن، اشکالی نداره. بذار اون حس خوبه تو بگیری، بذار این آزاد بشه، این کتف آزاد بشه، بذار رها شدن رو احساس کنه در طول این همه سال که انقباضش دادی. حالا میتونی باهاش دایره بزنی، دایره بزن. اگر دایره ها تو هرچی بزرگتر بزنی، یعنی دست بره به سمت کاملا عقب و یا جلوی صورت، و یا اگر نمیتونی اشکال نداره دامنه حرکتی تو کمتر کن، ولی دستت نرم حرکت بکنه. نرم حرکت کردنش این ایجاد موج توی بدن، توی این مفصل، این مهمه. با نرم حرکت کردن این اتفاق میفته، نه با یه حرکت خشک. اول شاید خشک باشه، اشکال نداره. حالا اگه میتونی این دامن حرکتی رو بزرگش کردی، دردی نداری، مشکلی نداری، حرکت رو تندتر کنی و شاید هم بتونی مثل آتیش گردون که میچرخوندن. مرسی. ولش کن، شلش کن، رهاش کن شانه رو. حس تو ببین. عالیه. حالا دایره رو برعکس بزن. ببین حس خوبی داری. این درد جایی ایجاد نمیشه. اگه درد هست دامنه حرکتی تو یه ذره کوچیک‌تر کن. نمیخواد خیلی عقب ببری. یواش چرا؟ باید با بدنت نرم که شد، بهتر شد، هی دامنه حرکتی رو بیشتر کن. به این ویدیوهایی که میذارم برای یه روز نیست. تو حداقل اگه مشکل داری، حتی اگه مشکل هم نداری، هفته یه بار اینا رو انجام بده. ولی اگه مشکل داری توصیه میکنم حداقل یه روز در میون. و توصیه میکنم حتما اگر خیلی نیاز داری هر روز انجام بده. بذار این مشکلات رفع بشه. بریم. با بدنه، با حسه. مرسی. دوباره ولش کن، شلش کن. این خلو چلا بشه. آره دست دنگا مال خودت نیست. ول چلا. عالیه. شل. عالیه. مرسی. حالا برگرد. نفسهای عمیق بگیر. دم. بازدم از دهان. دم. بازدم. دم. بازدم. مرسی. حالا بازار دستاتو ول و چل و شل و خل به چپ و راست. عالیه. پرتاب کن. در این حال از کمر میپیچی دیگه. آفرین. مهرای کمرت هم ببین. حس خوبه. این حرکات رو توی بدنت ببین. از مهرهای کمر گرفته، کتفها، دستها، شلول میاد تا مهرهای گردن، شل. سرتو خیلی سفت و محکم نگیر. بذار برای خودش باشه. آفرین. فقط دستها، یعنی تمام مهرهات داره تو این پیچش حرکت میکنه.
ببین اینا رو. عالیه. شل ول. عالیه. مرسی. حالا از مهره‌های گردن خودتو آویزون کن. مثل این بهش میگیم تازه کننده که توی حرکات سما داریم با آهنگ. به محض اینکه اون آهنگ میاد، اینش جالبه، اصلا ببین اون حسی که باید بگیری میاد. بر همین از آهنگ استفاده میکنم. شما میتونی حتی اگر به دلایلی مریضی نمیتونی حرکت کن، آهنگ رو بذار. تمام اون هورمونایی که باید ترشح بشه، تمام اون حس خوبی که باید ایجاد بشه، اون آهنگ با خودش میاره، بهت کمک میکنه. البته بهتر اینه که بدون آهنگ بتونی اون حس رو ایجاد کنی. برو پایین. برو 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 برو. مهره ها رو از گردن میریزی، دستام مثل پاندول ساعت شل به چپ و راست میره. میای پایین تر تا آخرین مهره‌ای که اذیت نمیشی خودت آویزون میکنی. میتونه مهره کمرت باشه. عالیه. برو 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 و پایین تر. اگه دستات به زمین میرسه و همچنان میتونی بری پایین تر، برای اینکه شل حرکت بدی، بدنت رو دستاتو تو هم بگیر و بدنت رو شل کن. شل کن مثل این عروسک هایی که جلوی اتومبیل آویزون میکنن، این اسکلت ها که آویزون میکردن، اینجوری شل بربری. آفرین. به همون شلی. زانوهات هم کمی شله. آفرین. بدنت میره به چپ راست. آره دستاتو تو هم کردی ولی وله. عالیه عالیه. حالا لثاتو بذار زمین. میخوام بشین. نمیخواستم دیگه حرکت ایستاده. حالا بشین. مرسی. پاها رو هر جوری که راحتی، اگه اینجوری دو زانو بذاری که عالیه. دم بدن رو بکش، دست رو بکش. بازدم عمیق. دم. اگه زانوهات اجازه نمیده این مدلی نشین، پاتو صاف کن. بازدم عمیق. مرسی. کمی پاهاتو ماساژ بده، روی رانهاتو ماساژ بده. حالا پاها رو صاف کن. دوباره پاها رو صاف میکنی. میخوام حرکت قایق رو انجام بدیم. دستا رو بیار بالا. انگشت شستو داخل انگشتای دیگر ببر، ولی سفت نه، همینجوری آروم. با بازدم برو جلو. از بغل قوزک پا اگه میرسه، از بغل پا به هر حال دستا رو بیار به سمت لگن. احساس کن که انرژی رو داری از بغل پاها، از بغل بدن، زیر بغل رد میکنی، میاری تا تاج سر، میکشی بالای تاج سر. دوباره این انرژی رو میچرخونی، میاری قوزک. تمام اندام ها تو دور میزنه این انرژی به کمک دستات. آفرین. دم میاد بالا. هرچی نفسات آروم تر باشه آهسته تر انجام میشه و عالیه. بازدم میای جلو. آفرین. این جریان انرژی رو میخوام احساس کنی. مرسی. ادامه بده. ادامه بده. با همه یه حست ادامه بده. انرژی رو حس میکنی؟ با همین دیگه باید حس کنی. به جای یه نفر چند نفریم که داریم با هم انجام میدیم. ادامه بده. حالا دستاتو بالا نگه دار و برعکس کن. موقع برعکسش یه شتاب بده به سمت پایین. بعد برو جلو. دوباره بیا بالا. دم با شتاب. بازدم بیا پایین. برو جلو. دم بیا بالا.
با شتاب پرتاب کن به سمت لگن. بازدم، برو جلو، دم، ادامه بده و حست رو ببین. بازدم، دم، بازدم، برو جلو، دم، بیا بالا، بازدم، برو جلو، دم، بیا بالا، بازدم، برو جلو، دم، بازدم. مرسی. دستاتو بذار رو پاد، یک کمی پاهاتو باز کن، دستات زانوهاتو دور کن، دستات رو پاد باشه. عالیه. حالا یکم پاهاتو به هم نزدیک کن، کف پاهاتو به هم نزدیک کن، آروم آروم دستاتو بگیر رو مچه، آروم آروم پشت بدنتو کش بده. آفرین. مهره ها رو بکش، از لگن، از دنبالچه داری کشیده میشه تا پس سرت و خودتو خم کن، خودتو خم کن. دستاتو میتونی بگیری زیر پاهات، کف پاهات که به هم چسبیده، لبه خارجی پاها، و همچنان خودتو هی نزدیک و نزدیک تر کنی به پاها. سرتو فرو ببرید توی پاهات. مرسی. برگرد بالا. عالیه. مرسی. پاها رو صاف کن، دستا رو بکش، با بازدم برو جلو، با کشش برو جلو. دستاتو هر جای پات که میتونی بذار، شکم و بران نزدیک کن. اگه دستات به انگشتات نمیرسه هیچ اشکال نداره، بذار روی ساق پا، بذار رو ران، ولی شکم و بران نزدیک کن با پشت صاف. دم بگیر، بازدم یه ذره دیگه نزدیکتر، دم بگیر، بازدم یه ذره دیگه سینه رو نزدیک کن. آفرین. تا جایی که کشش ها برات خوشاینده به این کشش ها ادامه بده، برو پایین تر و بعد خودتو رها کن. تو این کشش لذت بخش بمون. اگه دیدی لذت نداری یکم بیا بالاتر بمون. نفس جاری بمون یه ذره دیگه. از دنبالچه تا پس سرت داره کش میاد. ادامه بده اگه میتونی، ادامه بده. دستا رو بکش، اندامهای داخل لگن رو جمع کن، دستا رو بکش پهلو، بیا بالا، لگن داخلش جمعه، همه چیز جمع کن، دستا رو بکش بالا، کشش بده، بازدم. مرسی. رهاش کن. دستا رو بذار عقب که بتونی مهرات رو صاف نگه داری. پاهاتو شل کن، پاهاتو شل کن. عالیه. رهاش کن، شل کن، بالا پایین کن. هر حرکتی که شل میتونی انجام بدی با پاها انجام بده. خیلی خوب. یه پاوان دیگه هم داریم، اینم عالیه. پاهاتو باز کن تا جایی که اذیت نمیشی بازش کن. مرسی. دستا رو بیار بالا. دم، بازدم صلیب کن، دم بگیر، بازدم. دست راست بره انگشتای پای چپ، یعنی به انگشتام نمیرسه اشکالی نداره، هر جای پا که میرسه برسون و دست چپت نیاد زمین، همون در راستای خودش بره عقب، نگاهت بره به دست چپ. دوباره دم میگیری، بازدم با پشت صاف این حرکت رو انجام بده، نگاهت بره به پشت، دست پشتی.
دم سلیب، بازدم بپیچ، دم بازدم بپیچ، دم بازدم، 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 دم بازدم. مرسی. برو توی بدنت این کش و واکشی که از کتف اومد تا ناحیه پاشنه دنبال کن، حس تو ببین. به حالت ضربدرم، این یعنی عضلات مخالف هم دیگه پیچش و کشش داشتن. میتونی ببینی تو بدنت. مرسی. حالا پاها رو جمع کن دوباره، یه ذره بهش آرامش بده. حالا میخوام آسیاب رو انجام بدیم. آسیاب رو میتونی همجوری با پای صاف هم انجام بدی و یا جمع کنی. ببین حالا چجوری راحتیه، مثلا 4 ثانیه یا یک کمی به این حالت. بهتره که با پای صاف باشه. حالا آسیاب ببین، دستاتو تو هم میکنی مقابل صورتته و با پشت صاف از بالای پاهات رد میکنی. حالا اگه میتونی هر چقدر جلوتر باشه دستت بهتر، بستگی به کشش بدنت داره. خب پس شروع میکنیم از سمت راست میچرخونیم این آسیاب رو. دست که نباید پایین بیاد، یعنی اون چوبی که تو آسیابه که به سمت پایین و بالا نمیره، دست شما پس پایین بالا نمیره ولی خم میشه. و سعی کن که پشت صاف باشه. از جلوی سینه رد میکنی، دوباره صافش میکنی، از بالای پا رد میکنی و به همین شکل جریان انرژی رو در واقع داری برقرار میکنی. یکی از قفل هاست. خب و با حست باید این کار رو بکنی. این حس رو از دست ندی. با فکر کار نکن. مثلا ما ذهن تو بذار کنار عزیزم، فقط با حست ببین چه اتفاقی داره توی بدنت میفته. اون جریان انرژی رو توی بدنت پیدا کن. جریان انرژی که از بیرون داری هدایتش میکنی و میره به درون و حس تو ببین. مرسی. اگرم حواست خراب نمیشه دم و بازدم رو باهاش همراه کن. دم بازدم، میری جلو. سر رو بل کن، سر رو بهش کاری نداشته باش، بهش توجه نکن، خودش میدونه چی کار کنه. مرسی. دم بازدم. حالا جریان رو برعکسش کن. ها؟ چرخش رو برعکس کن. دم بازدم. نمیدونی داری چی کار میکنی با بدن. به شرط اینکه با حست باشی. تو ورزش نمی کنی. درسته ورزش هم هست، خودت میدونی که الان چه کار کردی با این بدن فیزیکیت، ولی فقط اون نیست. فقط توجه کنی میبینی خیلی اتفاقای دیگه. به شرط اینکه حس کنی، با حست انجام بدی. این فکر و افکار رو بذاری کنار و تو این مدت فقط با حست باشی. الان حدود 1 ساعت و ربع که ما تو بدنمونیم، یعنی مراقبه. این یعنی مراقبه. اگر تونسته باشم حتی تو این 1 ساعت و نیم که با همین 1 ساعتش رو، حتی 1 ساعت چیه 5 دقیقه شم تو رو تو این وضعیت
با بدن بودن، با حس بودنت رو نگه داشته باشم عالیه. چه برسه که تمام طول تمرین میخوام این اتفاق بیفته، تمام این یک ساعت و اندی تو در بدنت و با حست باشی. این ویدیوها رو الکی اینقدر طولانی نمیگیرم، میخوام عادت بکنی. در تمام طول روز میتونی این کار رو بکنی با همه کارهایی که داری انجام میدی، به شرطی که اون مراقبه هایی رو که با هم انجام میدیم رو انجام بدی. اون کتاب خودم به خودم رو حتما دنبال کنی و اون رو به صورت تمرین انجامش بدی، با زندگی کردن انجامش بدی در طول زندگیت. خب و الا به تنهایی این حرکات فیزیکی چندان ثمری نداره. مرسی. رها کن، دستاتو بذار پشت، شل کن بدنتو، شل کن. تو فقط میتونی حالا اونایی که دوست داری چند تاشو انتخاب بکنی. من اینا رو به عنوان ویدیوی کوچیکم، ویدیوهای کوتاه شورت میذارم توی کانال تا هر کدومشو که دوست داشتی اونو بذاری یادت بیفته و اونا رو حتما اون که برای بدنت بیشتر لازمه انجام بدی. مرسی. دستاتو بیار بالا. 10 12. مرسی. کششی هم انجام بدیم دوباره. 10. بکش بدنتو. 12 برو جلو. پس شیم و بدنت رو حسابی از پاشنه تا پس سر کش بده. کش بده. برو 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 تا جایی که میتونی بمون. تو این کشش بمون. مرسی. بیا بالا. دم. باز دم عمیق. حالا دستا رو بذار پشت، کمی دیگه رهایی بده به بدنه. این رهایی ها خیلی خوبه ها، غافل نشو ازش. فکر نکن داری وقت تلف میکنی، اصلا اینجوری نیست. مرسی. حالا پاها رو باز کن. البته بعضی ها بیشتر به رهایی به زمان طولانی تری نیاز دارن که رها باشه بدنشون، بعضی ها کمتر، بستگی به قدرت بدن. حالا پا رو تا اونجا که میتونی باز کن. برای اینکه بازتر بشه چیکار میکنی؟ اگر دستا قدرتش اجازه میده خودتو بلند کن، عضلات لگنتو از پشت، یعنی خودتو بده جلو، عضلات لگن از پشت بیاد بیرون. اگه نمیتونی رو دستات بلند شی، عضلات لگنتو از پشت با دستت بکش بیرون. عضلات داخل رانتو از داخل بکش بیرون. این از بلندترین عضله بدنه که از کشاله ران اومده تا زیر زانو و علت بعضی زانو دردها هم اینه که این عضله کوتاه میشه. یه علتش ممکنه این باشه و این عضلات کوتاه شده باعث میشه که زانو درد بگیریم. پس اینا رو میخوایم الان کشش بدیم. منتها این کشش تبدیل به سوزش نشه. تا زمانی که یه کمی درد و اینا رو میتونی تحمل کن، ولی ناخوشایند نباشه، درد به سوزش هم تبدیل نشه. دستاتو بکش بالا. دهن بدنتو بکش. انگار میخوای بین دنده ها مهران فاصله ایجاد کن. بعد با بازدم از لگن خم میشی، میری جلو تا جایی که این کشش های اجازه میده. جایی میرسی که نمیتونی، دستو بذار زمین و دیگه داره درد میگیره، سوزش که اصلا. دستو بذار زمین، بعد همونجا بمون، نفس جاری، همونجا بمون و حس کشش ها رو آروم آروم ایجاد کن تا جایی که درد خوشاینده ایجاد کن، تا جایی که درد خوشاینده. برای اینکه کتفات هم بره عقب میتونی دستاتو بذاری روی پا. عالیه. و تا جایی که لذت میبری میری پایین و تو اون کششه میمونی. اگه خیلی میتونی بری پایین که چونه رو به زمین برسونی که عالیه.
توی این حالت حتی میتونی به مراقبه برسی. اگر برات خوشاینده همچنان بمون، اگر نیست یکم بیا بالا استراحت کن، دوباره انجام بده. کشش فوق العاده خوبیه. پشتو صاف کن. میترسم اذیت بشی، حالا میگفتم برو تو مراقبه. آسانه ها حرکاتی هستن که ما رو به مراقبه میبرن. ما انقدر تو اونها باید راحت باشیم که بتونیم مراقبه کنیم. یعنی ذهنمون رو خالی کنیم. الان فقط به حسات نگاه کن. به حسات. مرسی. ترسم اذیت بشید. بدنتو بکش جلو. اندامهای داخل لگن رو جمع کن. منظورم مقعد، تناسلی، اینها رو بکش تو بالا. دم، بازدم، عضلات داخل ران رو ماساژ بده. تشکر، ممنونم ازت عزیزم. آروم پاها رو جمع کن. دستا رو بذار پشت. پاها رو به راست و چپ پرتاب کن. مرسی. حالا یه پل بزن. اگر میتونی روی دستات، انگشت دستت به سمت جلو باشه، کف پاها رو زمین، جوری بیا بالا، خرچنگم بهش میگم، که تا میتونی لگنت بیاد بالا، روی بدن صاف بشه. عالیه. سر صافه. تو این حالت بمون تا میتونی لگنت رو هی بکش بالا. بکش بالا 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 بالا. عالیه. بمون. مرسی. لگن رو بذار پایین بین دستات. حالا همین رو میخوام به حالت خوابیده بری. یعنی چه جوری؟ میخوابی؟ اول پا رو کم به راست و چپ پرتاب کن. مثلا کمرت زاد بشه، خستگیش در بره. به راست و چپ. مرسی. حالا آروم، همچون که کف پات رو زمینه، لگنتو بیار بالا. لگنتو بیار بالا. انقدر بیار بالا که بری رو کتفات. اگر میتونی پاشنه ها رو به بدنت نزدیک کن که بتونی با دستات پشت پاشنه ها رو بگیری و بعد همینجور انقدر کتفات رو زمین ثابت نگه دار. سرتو سر بده رو زمین به سمت بالا، انگار مهرهای گردن دست هم میخواد فاصله بگیره و فاصله هم میگیره و باز میشه. خیلی برای گردن خوبه. آفرین. همینجور لگن رو هی ببر بالاتر. ببر بالاتر تا میتونی. ببر بالاتر. همینجور پس سرتو سر بده به سمت بالا. شانه هات به سمت پایین دیگه. دستتو گرفتی به پاشنه. دست ها به پاشنه اگه رسیده نگه داره. کتفات ثابته. هی سرتو، پس سرتو داری سر میدی به سمت بالا. لگن تو هی میکشی بالاتر. سر بده سر بده سر بده. حالا برای اینکه بیای پایین، اول دستتو آزاد کن. مهره ها رو، کتفتو آزاد کن. مهره ها رو دونه دونه بذار زمین. این قسمتش مهمتر از همشه که مهره ها رو دونه دونه بچینی زمین. یکم پاتو سر بده به سمت جلو. حالا مهره های کمرتو میتونی بری رو سینه پاشنه ها رو بیاری بالا. پا رو به زمین فشار بده. مهره های کمرتو به زمین فشار بده. آفرین. حالا پاها رو بیار تو شکم. زانوها رو تو شکمت فشار بده
و زانوها رو توی هوا چرخش بده. زانوها رو توی هوا چرخش بده. برعکسش کن. برعکسش کن. آفرین. پای راستتو توی شکمت فشار بده. چونه رو بالا، تنه رو صاف بیار بالا. چونه رو به زانو نزدیک کن. مرسی. فشار بده. اون یکی پا رو زمین، پای راست تا اگه بغل کردی فشار میدی، اون یکی پا رو اگه میتونی رو زمین صاف کن. آفرین. مرسی. با بازدم رها کن. همه بدنت رو رها کن. مهرهای کمرت رو نگاه کن از درون. پای چپت بغل کن. فشار بده. فشار بده. اگه مشکلی با کمرت نداری، پای راستت صاف باشه رو زمین. اگر نه میتونه خم باشه، ولی پای چپ تو همینجوری داری فشار میدی. اگر زانو دردم داری، این نکته هم بگم که دستا میتونه زیر زانو باشه. اگر نداری، دستا روی ساق پا رو داره فشار میده تو شکم. سر رو آروم بیار بالا. با پشت صاف چونه رو به زانو نزدیک کن. نفس. مهرهای کمرتو ببین. حسش کن. با بازدم رها کن و باز توجهت به مهرهای کمرت باشه. حس کمرتو ببین. هر دو پا رو تو شکم بغل کن. فشار بده. فشار بده هر دو رو. عالیه. بیشتر. حالا دوباره با پشت صاف چانه به زانو، به زانوها نزدیک کن. با بازدم رها کن. پاها رو آروم بذار زمین سر بده و دستا رو رها کن. تو این رهایی لذت بخش بمون. توجه رو اول ببر به مهره ها. ببین چی کار کردی باهاش. مهرهای کمر. توجه رو ببر به درون سرت. ببین چقدر سرت سبک شده. برای سبکتر شدنش پیشانی رو باز کن. ابروها رو فاصله بده. شقیقه ها رو آزاد کن. پلک ها رو رها. باز کن. فاصله بده. پلک ها رو رها کن. چشما رو رها کن. خطوط اطراف چشمت رو رها کن. حالا برو بقیه اندام ها از انگشتای پا شروع کن. ازشون تشکر. بیا کف پا، روی پا، پاشنه، مچ هر دو پا. به همشون توجه کن با لبخند، با تشکر، با حس فروتنی و تشکر. ساق پا، زانوها، هر دو زانو، رانها، استخوان ران داخل لگن، استخوانهای لگن، هرچی که داخل لگنه، شکم، ناف، مهره های کمر، هرچی که داخل شکمه، قفسه سینه، دنده ها، مهره های پشت، قلب، ریه. تشکر. بین دو کتف، کتف ها، بالای سینه، سینه ها. تشکر. زیر بغل ها، خط پهلوها. یه بار دیگه مهره ها رو از دنبالچه تا گردن مرور کن. تشکر کن. رها کن. برو سراغ دست ها، از انگشت ها تا مچ.
جریان انرژی رو حس میکنی. از مچ تا آرنج، آرنج ها، بازوها، شانه ها. امروز خیلی باهاشون حال کردیم، عالی بودن، عالی. قربونتون برم، فداتون بشم. خیلی زیبا، خیلی قشنگ کار کردین، عالی هستین، عالی. خدای شکرت. ترقوه ها، مهرهای بین دو کتف، بیا تا مهرهای گردن، بیا گودی گردن، بیا عضلات، عضلات گردن، قده های تیروئید. تشکر، تشکر. نای، مری، حنجره، بیا حلق، بیا فک، زبان، حلق، گونه ها، گوش ها، همه اندام های سر و صورت. سر رو رها کن، باز دوباره رهاش کن. خطوط اطراف چشم ها و لب ها رو رها کن. اگر گرفتگیری جایی هست رهاش کن. تو این رهایی بمون، لذت ببر. برو صدای سرت رو گوش کن. اگر صدایی میشنوی از گوشت نیست، از سرته. گوش کن بهش. دنبال این صدا باش. ندایی که داره بهش گوش کن. بمون تو این صدا. نذار گم بشه، نذار بره، بمون. ببین چی به تو میگه. میتونی به خواب بری، میتونی تو این حالت بیشتر بمونی، با نفسات باشی. اگر میخوایی بلند شی بهتره با نفسات باشی، نذاری به خواب بری. اگرم بخوابی هیچ اشکالی نداره. با دم و باز دمت باش. نفس عمیقی بگیر، انگشتای دست و پاتو حرکت بده، سرت آروم حرکت بده. پاهات جمع کن، به سمت راستت بچرخ. مثل یک جنین خودت رو جمع کن. آرامش دوران جنینی رو احساس کن. ضربان قلب مادر رو گوش کن. حس خوبت رو ببین. گرمای وجود مادر رو احساس کن. با این حس خوب بنشین. خدایا ازت سپاسگزارم به خاطر اینکه اجازه دادی حس خوب رو تجربه کنم. خدایا در تمام طول عمرم حس‌های خوبی داشتم. ازت ممنونم. منو به بهترین حس‌ها رسوندی. در این حس‌ها نگه دار. در حصار خودت منو در حس‌های خوبم نگه دار و اجازه بده از دیگران این حس‌ها رو دریافت کنم و با دیگران تبادل کنم و هدیه بگیرم این حس‌ها رو. آمین یا رب العالمین. کف دست‌ها رو به هم کنار.
بکش به سر و صورته، به بدنه و در آخر در حالت نماسته به قلبت هدیه کن و آروم چشمان رو باز کن. مرسی عزیزان. ایشالله که اوقات خوبی داشته باشی، همینجور که با هم داشتیم. خدا نگهدار.